اینایی که میبینید یه روز تندتر از همه تندهان، یه روز 180 درجه به این طرف میغلطن، مشکلشون عمق نداشتن اون ایمان. داشتیم ما، داشتیم. اوایل انقلاب بعضی ها بودن اونچنان تند و آتشی بودن که انقلابی های اصلی و قدیمی و سابقه دار رو هم قبول نداشتن، به اونا هم ایراد میگیرن. اما سطحی بودن، سطحی بودن. این سطحی بودن بلای جانشان شد. از این طرف قلبیدن 180 درجه، ممشاشون عوض شد. ژرف، ژرفا. برید در اعماق فکر و اندیشه و از راهنمایی استادهای صالح در این راه استفاده کنید.